خب دوستان، اولین کاری که انجام بدید اینه وارد گوگل میشین و CP یورش رو اینجا سرچ میکنین. هر وقتی که CP یورش رو سرچ کردین اینجا اولین سایت یورش رو انتخاب میکنیم. یورش فروشگاه معتبر از CP، UC و جن، بازار آنلاین موبایل و با واریز فوری، قیمت ارزان و پشتیبانی حرفه‌ای دارن، نشان اعتماد هست. وارد یورش میشیم. وقتی که بالا بود این قسمت CP کال آف دیوتی موبایل ضربه میزنیم و وارد میشیم. شما میتونید CP هاتون رو از اینجا دریافت کنید و فعلا ما با CP رایگان کار داریم. وارد این قسمت میشیم. اینجا یه فیلم آموزشی در مورد این گذاشته براتون. از جشنواره فروشگاه یورش رو یاد میگیریم. وقتی وارد صفحه 80 CP رایگان میشین فقط کافیه دکمه سبز رنگ رو پیدا کنین که نوشته دریافت کنید. حالا لمسش کنید تا وارد تایمر بشین. بعدش میرین به صفحه دریافت و تایمر از جایی که هست شروع به کم شدن میکنه. صبر میکنیم تا تایمر تموم بشه. بعد فرم باز میشه و راحت میتونین سفارشتون رو ثبت کنین. یادتون باشه اگه سفارشتون رد شد احتمالاً اطلاعات اشتباه بوده یا اون لحظه موجودی تموم شده. برای همین باید مطمئن بشین که اطلاعات درست ثبت میکنین. واریز CP رایگان ممکن از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه و باید صبر کنین. ولی اگه سفارش رد شد حتما دوباره ثبت کنین. خب دوستان دیدین که این ویدیو آموزشیش بود و حالا میریم که دریافت کنیم. خب شرایط ثبت سفارش رایگان اینه. برای ثبت سفارش رایگان باید حداقل 10 دقیقه منتظر بمونید، اما تایمر فعلی کمتر این زمان باقی مانده. بنابراین باید صبر کنید تا در تایمر 20 دقیقه بعدی 10 دقیقه حضور مورد نیاز رو پر کنید. خب دوستان اینجا این تایمر شرایطش اینه، باید 10 دقیقه اینجا بمونید. اینجا تایمر می‌نویسه 20 دقیقه است. حتما این تایمر صفر شه دوباره 20 دقیقه بعدی شروع میشه. 20 دقیقه بعدی شروع بشه بعد شما 10 دقیقه تون از اون 20 دقیقه حضور داشته باشید تا فرم برای شما باز بشه و رمز جیمیلتون اینا رو بدید و CP هاتون واریز بشه. اینا خودم امتحان نکردم ولی چون این سایت نماد اعتماد داره و اثبات‌های واریزی که انجام شده رو میبینیم به نظر من که میتونه واقعی باشه. انجام میدم و اگر واقعی بود بهتون میگم. باید فرض کنیم که این صفر باشه و از 20 دقیقه بعدی 10 دقیقه حضور پیدا کنیم. خب دوستان اگه شما 10 دقیقه توی حساب بمونید اینجا می‌نویسه شما با 10 دقیقه انتظار الزامی امکان ثبت سفارش CP رایگان رو دارید. تا پایان تایمر صبر کنید تا فرم ثبت سفارش فعال شود. این قسمت ما فعلا 10 دقیقه رو انتظار کشیدیم اینجا.